روز 28 فوریه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مقام‌های رهبری وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قوه‌های مسلح یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمان پرزیدنت خسرو بابازاده از وظیفه فرمانده قشون‌های خشکگرد جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده. به این وظیفه سفرعلیزاده رحمانعلی تعیین گردید. همچنین با قرارهای حکومت سفرزاده جمشید معاون وزیر مدافع اوید به تیاری جنگی، ناصرزاده عادل رحمان معاون وزیر مدافع اوید به اسلحه و تکنیک حربی، رحمانزاده مظفر انور معاون وزیر مدافع اوید به کارهای سیاسی و تربیوی و سیدزاده باباجان معاون وزیر مدافع اوید به عقبگاه تعیین شده. شایان عبدالستار سردار دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. همین طور با فرمانهای پرزیدنت صابرزاده شمس‌الدین فرمانده قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و طاهرزاده دلشاد معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شدند. همچنین به وظیفه‌های معاون اول و معاون سردار ستاد کل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، سرداران یک قطار ریاست و خدمات وزارت مدافع و ستاد کل، فرماندهان بعضی قسم‌های حربی، کمیسران حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان و نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان‌های بین المللی و در نزد سفارت‌های جمهوری تاجیکستان در چند کشور خارجی بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت کادرهای با تجربه و جوان و کار آزموده تعیین گردیدند. اسمای آنها نشر نشده است. تغییرات کادری در وزارت مدافع و قوه‌های مسلح در پی عین تغییرات کادری در ترکیب وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی، دادستانی کل، اگنتی مبارزه با کروپسیا و دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان صورت گرفت. این تغییرات کادری بعد آن بود که امامعلی رحمان روز 19 ژانویه سال 2024 در جلسه شورای امنیت با انتقاد تند از فعالیت نهادهای قدرتی تمام سرداران نهادهای حفظ حقوق و قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب را با معاونانش از کار راند و طلب کرد که در ساختار مرکزی این نهادها نیز تغییرات جدی کادری انجام داده شود.